ما جز مسرف‌ترین ملت‌ها هستیم مصرف اینا تو سر مردم هم بزن. آقا مصرفیم دیگه. نه خیر، کی گفته مصرفیم؟ شما ایران خودرو درست کردی 16 میسوزونه عزیز من. یه مجموعه رانتی درست کردی 16 میسوزونه 20 میسوزونه. خب اجازه بده لکسوس وارد شه 4 بسوزونه. حالا عرض من مردم مصرفم. کشور آقا چرا همه چی گردن مردم میندازی؟ عزیز من هممون مصرفیم، شما هم مصرف هستید. چرا؟ شما ما زیاد مصرف شما ماشین گند دست ما دادی. آقا میزان ما مجبوریم این سمند آشغال سوارشیم 16 بسوزونه. خب ما چیکار کنیم؟ آقا 16 ببین شما اولا ثانیاً چند کشورها بعد با لکسوس یکیه. میگم به شما میگم دیگه شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید. شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید بعد میگید مردم مصرفن. ایران خودرو هم رانتشو شما داری بهرهش میبری. شما میری ماشینش همین ماشین میخرید 16 نیستن. شما دارید این بلا رو سر مردم میارید. ببینید نایز من وقتی شما سوخت و مفیدی هر چیزو مفیدی توش اسراف میشه. الان میزان مصرف برق کولرهای ما باز میگه مفیدی از میزان مصرف برق کل مصر بیشتر است. خب ما اسراف میکنیم دیگه همه دانشمندان دارن میگن آقا میزان دانشمند نیستن، اونا مالکشن، اونا مزدورن. مردم ایران چیزی ندارن بخورن که زیاد مصرف کنن. 7 دهک زیر خط فقرن آقای. اونا خط فقر میشه ثروتمند. 7 دهک ثروتمندان 1 دهکن. چی میگی؟ همون 1 دهکش به اندازه 7 دهک دارن. این دروغا چیه؟ دروغ شما داری میگی. آقا جون مردم فقیرن چجوری دارن؟ چجوری میگی مردم اونا به خاطر تفکر شماست. مردم مصرفن. فقر اونا نتیجه تفکر شماست.